میدونستین که به مرور زمان مغز ما کوچیک و کوچیک‌تر میشه و همین باعث میشه که ما آلزایمر بگیریم یا دچار پارکینسون بشیم؟ خیلی اتفاق جدیه ها، اصلا شوخی نیست. اگر دوست دارید این اتفاق برای شما نیفته، امروز یه راه حلی بهتون پیشنهاد میدم که خیلی کمکتون میکنه. مغز ما مثل عضلاتمون میتونه عضله سازی بکنه و به این فرآیند میگن نوروپلاستیسیتی، که یعنی عضله سازی مغز. مغز ما به واسطه چیزهای جدیدی که یاد میگیره، تجربه‌های جدیدی که کسب میکنه، بین خودش توی مغز یه سری سلول‌های عصبی هستن که هی اینا با هم ارتباط برقرار میکنن و هی روابط جدید شکل میدن و این باعث میشه مغز ما نه تنها کوچیک نشه، بلکه بزرگ و بزرگتر بشه و این بزرگ شدن به ما کمک میکنه که یا دچار آلزایمر و پارکینسون و زوال عقل و اینا نشیم، یا اگر قراره بشیم خیلی دیرتر این اتفاق برامون میفته. پس نتیجه‌ای که امروز میتونیم بگیریم اینه که به عضله سازی مغزتون هم دقت بکنید و خودتون رو در معرض یادگیری چیزهای جدید بذارید. این چیزهای جدیدی که یاد میگیرید میتونن فیزیکی